گزارش مختصر روی فعالیت‌های هفته گذشته وزارت معادن و پترولیم. شنبه شیخ الهادی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم در نشستی که با رؤسای معادن ولایت سرپل، بامیان، بغلان، تخار و سمنگان داشتند در رابطه با کار و فعالیت‌ها استخراج، رویالتی، فروشات و انتقالات ولایت متذکره از شرکت تصدیهای اماراتی زغالسنگ شمال و ریاست‌های معادن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رؤسای معادن ولایت هدایت داد که در ارائه خدمات صادقانه به مردم از هر گونه سعی و تلاش دریغ ننمایند. شیخ الهادی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم قرارداد معادن جگدلک با مساحت 6.895 کیلومتر مربع و باریت ولایت هرات را با مساحت 5.75 کیلومتر مربع با مجموع سرمایه‌گذاری 27.5 و 5.9 دلار امریکایی در حضور داشت شیخ ضیاءالرحمن العربی، معین پلان و پالیسی رؤسای مرکزی و رئیسان شرکت‌های استخراج معادن سایر آریانا هایلند و شرکت استخراج و پروسس معادن وحدت نیازی عقد قرارداد نمودند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم افزودند که طبق تعهدات و توافق با شرکت‌های قراردادی پروسس 100% در داخل کشور خواهد شد و در صورت تخلف قرارداد با شرکت‌های متذکره فسخ می‌گردد. همچنین در رابطه با خدمات اجتماعی و سایر موضوعات صحبت نموده گفتند با تطبیق پروژه‌های متذکره فرصت‌های کاری به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای صدها تن از افغان‌ها و مهاجرینی که به وطنشان برگشت نمودند مساعد می‌گردد و سهم امارت اسلامی از معدن یاقوت جگدلک 44% و از معدن باریت ساحه یاد شده 50% پروسس شده می باشد. یک شنبه شیخ الهادی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با محترم اسمت الله ارگوشوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان، محترم الهام محکوموف وزیر ترانسپورت جمهوری ازبکستان و تیم تکنیکی همراهشان ملاقات نمودند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم نخست تشریف آوری هیئت محترم کشور دوست ازبکستان و با افغانستان خیر مقدم گفته افزودند افغانستان و ازبکستان دارای روابط نیک و دیرینه و مشترکات فرهنگی و دینی بوده. امارت اسلامی افغانستان خواهان تداوم همکاری‌های مشترک و تحکیم روابط میان دو کشور دوست و برادر میباشند. هیئت عالی رتبه ازبکستان نیز ضمن اظهار همدردی و غرض تسلیت به خاطر شهدای سیلاب در ولایت‌های شمال کشور، هدف از آمدنشان به افغانستان را توسعه و تحکیم روابط، مخصوصا گسترش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور و علاقه‌مندی کمپانی‌های ازبکستانی با منظور سرمایه‌گذاری بالای منابع معدنی افغانستان گفته، خواهان حمایت و همکاری‌های وزارت معادن و پترولیم امارت اسلامی افغانستان با ازبکستان جهت فراهمسازی زمینه سرمایه‌گذاری میباشد تا کارهای عملی سرمایه‌گذاری روی منابع معدنی صورت گیرد. دوشنبه شیخ الهادی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با نماینده کمپانی قراردادی حوزه نفتی آمودریا و هیئت همراهشان دیدار نمودند. رئیس کمپانی متذکره نخست در رابطه با برمه‌کاری‌ها و حفر چاه‌های جدید صحبت نموده طی سخنانشان افغانستان را خانه دوم خطاب کردند و همدردیشان را با مردم آسیب دیده سیلاب‌های آخر ابراز با مبلغ 22,000 دلار امریکایی برای مردم ولایت بغلان مساعدت نمودند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم ضمن قدردانی از مساعدتشان برای متضررین سیلاب آخر گفت امارت اسلامی افغانستان برای ایجاد سهولت‌های لازم و مدیریت این پروسه از تمامی امکانات دست داشته استفاده نموده و برای رسیدگی به حل مشکلات مردم آسیب دیده سعی و تلاش فراوان نموده است. سه‌شنبه نشست بین‌الوزارتی به منظور پیشبرد و تطبیق پروژه تاپی. نشست بین‌الوزارتی به ریاست شیخ الهادی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم و اشتراک معینان و مسئولان وزارت‌های محترم مالیه، عدلیه، خارجه، زراعت، آبیاری و مالداری، اداره ملی محیط زیست و در افغانستان بانک جهت هماهنگی رفع مشکلات و پیشبرد کارهای پروژه تاپی در مقر وزارت برگزار گردید. در این نشست سرپرست وزارت معادن و پترولیم در رابطه با ارزش و اهمیت پروژه متذکره، پیشرفت‌های آخر و نشست قبلی که با رئیس اجرایی آن پروژه داشتند صحبت نمودند. متعاقباً اشتراک کنندگان جلسه نظریات و پیشنهاداتشان را به منظور پیشبرد بهتر و اسرع امور پروژه تاپی شریک نمودند. در پایان سرپرست وزارت معادن و پترولیم از نظریات نیک اشتراک کنندگان به منظور تطبیق پروژه متذکره قدردانی کرده برای تداوم همکاری و هماهنگی وزارت‌ها و ادارات زیربط تاکید نمودند. چهارشنبه جلسه کمیته محافظت معادن ولایت کاپیسا به رهبری شیخ اسدالله سنان معاون ولایت کاپیسا با حضور داشت الحاج عنایت الله ابلاغ رئیس معادن ولایت کاپیسا و نمایندگان ریاست‌های استخبارات، قماندانی امنیه، مستوفیت، زراعت، اقتصاد، حوزه دریایی، محیط زیست و انجینران این ریاست دایر گردید.
ابتدا جلسه با آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید و سپس الحاج عنایت الله ابلاغ در رابطه با موضوعات مختلف، محافظت معادن، قراردادها، پروتکل‌ها و چک پوینت های مواد ساختمانی معلومات ارائه نموده گفتند شرکت هایی که میخواهند روی معادن مواد ساختمانی سرمایه گذاری نمایند ابتدا به ریاست معادن تشریف آورده و از این طریق کار و فعالیت هایشان را ادامه بدهند و در آخر ریاست معادن از همکاری تمام ارگان های امنیتی دفاعی کشور تشکری کرده تاکید نمودند که در آینده نیز از معادن به طور جدی حفاظت نمایند که در این کار سبب جلوگیری از فعالیت های خودسر و ازدیاد عواید امارت اسلامی می گردد. همچنان نماینده های تمامی ارگان های امنیتی نظریات نیکشان را شریک و وعده همکاری نمودند. و پنجشنبه جلسه هیئت رهبری تحت ریاست شیخ الهادی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با حضورداشت شیخ ضیاءالرحمن العربی معین پلان و پالیسی و شماری از رؤسای مرکزی برگزار گردید. در این جلسه ضمن پیگیری موضوعات و اجراءات هفته گذشته و سایر موضوعات مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. متعقبا رئیس دفتر مقام پیشنهادات و گزارشات کاری را غرض اخذ منظوری با رهبری وزارت شریک نموده که سرپرست وزارت در زمینه هدایت لازم سپردند. در ادامه مسئولین بخش‌های مربوطه در مورد امورات کاری اداره نظریات و پیشنهادات خود را شریک ساختند و از جانب رهبری وزارت جهت اجرای اموراتشان به شکل بهتر آن توصیه‌های لازم ارائه شد. در آخر جهت رسیدگی به مشکلات مراجعین و قراردادان معادن و با منظور بهبود و تسریع امور در بخش‌های مختلف وزارت معادن و پترولیم هدایت لازم از جانب رهبری وزارت صادر گردید.